اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت قهرمان، شما به یک شرایط خاص توجه کنین. به شرایط خاص توجه کنین. مثلا ولایت بادغیس طالبا، ارتباط طالبا و دولت چطور برقرار میشه، یا این به این ترتیب بگویم که دولت چطور در مقابل طالبا عکس العمل نشان میده. شما خوب گوش کنید که من چی میگم. اگر من قدرت در دست من می بود، من چی میکردم و غنی چی میکنه؟ غنی کت والیش، کت قماندان امنیش، کت ولسوالش، کت ریاست امنیت ملیش که محب باشه اوشتکک و دیگه مقامات چی میکنه؟ طالبا مثلا سرک عمومی که میایه به ولایت بادغیس، طالبا کت بیسی موترسیکل در ولایت بادغیس آمد. دمی سرک عمومی طالبا کت بیسی موترسیکل در ولایت بادغیس آمد. کت ماشیندارا در سر شانهشان. باور میکنید ملت قهرمان اوجا یک اسکر، نه ارتش ملی، نه امنیت ملی در مقابلشان بود؟ هیچ کسی نبود. و این طالبا میآید در داخل شهر بادغیس میره، کل چیز تسخیر میکنه. ای لعنت خدا در سرت اشرف غنی، لعنت خدا در سرت والی، لعنت خدا در سرت قماندان امنیه، لعنت خدا در سرت ولسوال، لعنت خدا در سرت امنیت ملی افغانستان. شما تکت و پرچه کردین. ما در اینجا از امریکا ما کنترل میکنم. ما شما را میگم او غنی، تو این چیز نمیفهمی، یک جاهل آدم هستی، جاهل. اگر ما قدرت در دست ما می بود، ما از خداوند اما تو شرایط میخواستم که طالبا کت موترسیکلا بیایه و ما کت ارتش ملیم، کت پلیس ملی، کت امنیت ملی فقط انتظارتان میکشیدیم در پیشروی ولایت بادغیس. یک کیت در 10 دقیقه گریخته نمیتونست. کلت جای به جای اونموجا چاره تانه میکدم. شما فکر کنین ای اشرف غنی، ای محب، ای امرالله صالح، سرور دانش خو یک کله کته داره. کله کته سرور دانش مابین هیچ مغز نیست. صالح بسیار لاف و پتاق میزنه، هیچ عمل مستقیم نمیکنه. خودش بیاید در ولایات، از ولایات دفاع کنه. امرالله صالح اگر ما در افغانستان می بودم و مستقیم در ولایات میرفتم دفاع میکردم و کلش میگرفتم، دستگیر میکردم. شما فکر کنید که چقدر ساده است که شما طالبا را دستگیر کنین و طالبا را از بین ببرین. باز میگم که این سرک عمومی است، خیر شدگی سرک عمومی. طالبا 30-40 نفر کت موترسیکلا، ماشیندارا در سر شانهشان، سر موترسیکلا شیشته داخل شهر بادغیس میشه. هیچ کس نیست، نه والی خائنش است، نه ولسوال خائنش است، نه قماندان امنیه و خائنش است. باز وقتی که ولایت گرفتک، باز یا به ارتش ملی تلفن میکنه که ولایت ما دست دادیم. خدام چقدر یا پول گرفتن، چی ساختکاری است، چی خاک فروشی است. ما خواستم که ایره به شما به توجهتان بیاریم. اگر ما قدرت در دست ما بتی، او اشرف غنی نمیتونی او برادر بیا با اون کمی وطن ما نجات بتم. نمیتونی اشرف غنی نمیتونی. هیچ چیز نمیفهمی. تو یک آدم سادستی
ایش نه پلانای نظامی رو میفهمی، نه مملکت داری رو میفهمی، تنها یک چیز رو میفهمی که دوزی کنی او رو به زن تو، با بچه شویدارت و دختر سیاپوستت و برای خسربرایت پر کنی. اما مملکت تباه کردی، خلاص کو، قدرت تسلیم ما کو. مردم افغانستان شما هوشیار شوین، بخزین به ضد پاکستان، به ضد پاکستان بخزین، کلتون میکشه پاکستان. من الله توفیق.